الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والصلاة والسلام على رسوله الحليم وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. از الله مهربان دعاگو هستم که اللهم إني نسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مخزي ولا فاضح. از الله مهربان دعاگو هستم که زندگی پاک و مرگی که مقام و درجه داشته باشد و از ذات پاک تو دعاگو هستیم که از جمیع ذلت و خواری ما بندگانت را حفظ فرمایی. برادران عزیز و گرامی، الحال من می پردازم به چندین سوال هایی که در پیش دارم و از خدای مهربان دعاگو هستم که بعد شنیدن این جواب ها توفیقش را الله برای ما و شما نصیب گرداند. سوالی که در پیش من هست آمده است که زنی می‌فرماید که 5 سال نماز قضا داشتم، او را ادا کردم و بابی حاجی الحمدلله رب العالمین که در هر یک ماه 1 بار قرآن را ختم میکنم. حاجی بابا اگر منت نشود، اگر تعریف نشود، الله اگر قبول کند، تا امروز نماز تهجدم را ترک نکردم. عادت دیگری که دارم، هیچگاه تلویزیون دا ذوق ندارم. میخواهم که در حقم دعا کنی که شوهری خوب الله برای من نصیب گرداند و در آینده فرزندای خوبم الله عطا کند. و یک خواهش دیگر دارم که در نکاح من اشتراک کنی. از الله مهربان دعاگو هستم که خدای مهربان صف این گونه خواهرایی که در 1 ماه ختم قرآن میکند، نماز شب دارد، خداوند توفیق و تقواش داده است. خدای مهربان به یک شوهر خوب، به یک شوهر صالح، به یک شوهری که به قدری تو بر این خواهر بسیار پاک دامن و خداشناس میرسیدگی باشد، الله مهربان نصیبت گرداند. و الله مهربان همین توفیقی را که تو داری خواهر عزیز، آینده فرزندای نصیب گردانه که همین تقوا و همین توفیق فرزندات هم داشته باشد. خواهر عزیز، از ما دعا طلب کردین، ما در حق شما دعا کردیم و بسیار هم خوشحالم میشم وقتی که میبینم که در جامعه ما، در وطن ما، در ملک ما این گونه خواهرهای هستند که ماهده 1 بار قرآن میخوانند و نماز شب دارند. من خواهر عزیز
اگرچند شما را ندانمم نشناسمم، لیکن گمانم همین است که هر مردی صالحی که اگر با شما ازدواج میکند او خوشبختترین مرد هست. پیامبر نازنین میگو من رزقه الله امرأة صالحه فقط اعانه فی شطر دینی. برای کدام مرد اگر همین خیل زن در نصیبش باشد، پیامبر گرامی گفتند که نصف دین این آدم، بین نصف دین دیگر پره است، نصف دینت کامل است. فلیتق الله فی شطر ثانی. باقیش در گفت که خلاص سعی که و حرکت که. برای همین از این گونه خواهرها هم انشاءالله گمانم همینه که فرزندای خوبم به دنیا می آید. زیرا همین مادر چقدر با عفت باشد، مادر چقدر اگر با توفیق و با سواد و آگاه باشد، انشاءالله همون قدر فرزندای خوب از دامن او بیرون می شود. برای همین الله مهربان عاقبت بخیرت خواهر عزیز. و این توفیق بعد شوهر کردن هم تا زمانی که در همین نفسی که الله برای تو داده است، تا همون زمان این توفیق و این محبت دعا میکنم که همراهت باشد. من وقتی این را خواندم سوال شما را خواهر عزیز، گفتم وقتی که اگر من در سوال و جواب این را وقتی جای میکنم، بسیاری نفرهای پیدا میشوند که مقصد ادرس های همی در کجا باشد. یعنی مردم خریدار شما هستند. بینین برای آنی که این عزت خواهر عزیز و این خریداری را و این توجهی که مردم به تو پیدا میکند، فکر میکنم که دانستی که از کجا در تو پیدا شد. و هر خواهری که اگر این راه تو را انتخاب کند، خیلی خریدار زیاد پیدا میکند. خیلی سعی و تلاش زیاد میشود که مقصد این نفر خانم من باشد، این نفر زن من باشد. برای همین برادرها را پیشکی میگم که وای ادرسش در من نمانده است، یگان رقم تلفنم نمانده است که دیگه سرگردان نشوین، مقصد در ما زنگم نزنین. ولی گمانم همیه که چند باری که خواندم بعضی زنهای همین خیل مثل همین خواهر مواری، بسیاری برادرها از ما ادرس هاشا پرسیدن، لیکن در ما ادرس نگذاشته بودن. الله مهربان حفظتان کند. خیلی اگر زنده و سلامت باشیم، خدا خواهد در نکاحتون هم اشتراک میکنیم. من اگر چند خواهر عزیز در اکثر نکاح ها نیستم، ما دیگر گوییم به نکاح هم نماندیم دیگر، ولی یگان نفری که خیلی اگر میبینیم که حرکت زیاد میکند یا بسیار محبت و میلش زیاده یا بسیار قدردانه، بعد مقصد میریم در نکاحاشون اشتراک میکنیم. ولی همینجا یک شوخی هم به یادم آمد. گاه در معرکه ها که میشینیم و یکی تلفنم زنگ میزنم، من بسیاری وقت با گوش گپ زدن نمیتونم، به خاطری که یک بار یا دو بار
از حساب همین تلفن ما گوشامونو تبابت کردیم و گفتن که بسیار با گوش شد، مقصد تلفن در گوش شد نما. بعدا خیلی آوازشو بلند میکنیم، یکی زنگ میزند یگان دادر خواهر بسیار خواهش میکنه پیشون در مردم خیلی نشستگی هم. بعضی چیزایش که خیلی اگر مهم باشد من در حال مقصد آوازش خاموش میکنم، گوش میکنم. خیلی بعضیایش که همیتا یگان مسئله عادی باشد همراه مردم هیچی گپی نه گوش میکنن، ما جوابش میگردانیم. با در همون سوال چند کسی دیگه با در ثواب شریک میشود. بعد چند آدم هم خیلی معرکات از زنگ زن بابای حاجی من نکاح دارم، خیلی با من میگم که خیلی که من نمیتونم، همون مولای محلتون باشه یگان نفری اگر با داشته باشین، اگه حاجی بابا ما خود اعتقاد داریم اخلاص داریم، اگه چند قدر همین خواهشم همی بود، نقشه ما همی بود که نکاح مرا تو کنی، یا خواهر زنگ میزنه یا برادر. بعد خیلی بعضیاش قبول میکنیم، بعد تلفن خاموش میکنیم، بعد بین مردم دا کشتگیم. بعد میگم شما که همین مردم اگه آگاهی پیدا کردن که نکاح ما که گارانتیا داره دیگه زنگ میزنن و ای من خواهش میکنن که مقصد من در نکاحشون اشتراک کنم، اگه شوخیشون میکنم ولی یک آمدی گپ است که مردم فهمیده است که مقصد بابای حاجی که نکاح کنه دیگه نکاحمون بردوام های. لیکن انشاءالله که بردوام و به بردوام بودنش هم نزد الله ما با طریق شوخی میگیم برای یک لحظه یک وقتی مردم خش کردن. الله مهربان حفظ کنه خواهر ما را و صف این گونه خواهرها را در جامعه ما زیاد گردانند. سوال دیگر گفته است حاجی بابا اگر امکان باشد همان نظمی که مرده در برای غسال میگوید قصه کنید. برادر عزیز من یک زمانهای در مسجد بودنم، یک نظمی را خوانده بودم که مقصد مرده را وقتی مردشوی غسال گفته مردشوی هم میگن، وقتی مردشو میآید و بالای سری مرده را میگیرد و مقصد شستن مرده که واجبه او را باید شسته تیار کنن برای جنازه. همینجا یک جناب صوفی علیار در کتاب مسلک المتقینش نظم های دارد، یعنی بارشته نظم یک گفتگوی بین مرده و مردشو را میارد. یعنی همون مرده با مردشو چی میگوید همین لحظه را در داخل نظم در آورده است که برای هر یک نفر زنده برادر عزیز حقیقتا یک درسی کلانه. یعنی زمان می شود که ما و شما هم نیازی به غسال پیدا میکنیم، نیازی به مردشو پیدا میکنیم. امروز بین الله مهربان که جان من داده است، قوت من داده است، خدامون مقصد آب میگیریم سر بدنمون میشوییم. او روز که دیگر جان در بدنمون نیست ما نیازی به مردشو پیدا میکنیم، یعنی یک نفر دیگر میآید و ما و شما را میشوید. همه حالتی در که میشوید میگه مرده، همون مرده چند مراجعت دارد به طرف مردشو. یعنی نه تنها به طرف مردشو اگر گیریم، اگرچه اشارش به سوی مردشو هم که باشد، برای همه این یک درس برادر عزیز و گرامی اگر خوب اهمیتیمو خوب گوش اندازیم. من پیش از این نظم خواندن در اینجا یک چند حدیث برادر عزیز خواندم که
جناب امام احمد و ابن ابی دنیا و حیثمی و سیوطی و اینها که مقصد این حدیث آوردن از جناب ابو سعید خدری میگد که گفته است پیغمبرمان ان المیت یعرف من یغسلو و من یحملو و من یدلیه فی قبره، در بعضی روایت و من یکفینو ای هم آمده است. پیغمبرمان میگد که مرده نفری که وی میشوید میشناسش، یعنی از نفرهایی باشد که در دنیا وقتی با این مقصد نفر یگان همسایگی داشت، یگان رابطه دوستی داشت، وقتی که همو که به شستن مشغول می شود میشناسش که کی مرا شسته ایستاده است. و من یحملو و میشناسد آن کسی که تابوت می بردارد و میشناسد آن کسانی که او را در قبر میگذارند و میشناسد آن کسانی که او را کفن میکنند. یعنی از این حالت ها میگه همون برادری گذشته از همه این حالت ها آگاهی داره. پس برادران عزیز میاییم به سر همون مراجعتی که مرده به مرده شوی داره. مرده در وقت غسل با غسال گوید این حرف با زبان حال، بود مثلم مثل تو تر و تازه، قوت داشتم به اندازه، همراه جسم بود جانی من، مدت گفتم این و آنی من، در محلی که کردم و گفتم، بود فکرم عیالم و جفتم، تا که گشتم خراب و بیچاره، ناتوان حال زرد رخساره، می روم بره زیمو باریک، می درایم به خانه تاریک، این همه در مقام می ماند، سری تنهام می فرستانند، آنچه بگذشت وقتی جان دادن، شرح آن را خدای داند من، بعد از این عقوبه هاست پی در پی، می ندانم چی بگذرد در وی، تو که الحال زندگی داری، مؤمنی نام بندگی داری، واقف حال خیشتن باشی، پیش از این که مثل من باشی، گوش باید که بشنود این را، بکند فکر جان شیرین را، چشم باید که عبرتش بیند، بر سر جاده عمل شیند، عقل باید کار فرماید، مرده را بیند و به خود آید. برادران عزیز، این مصرع‌هایی بود که جناب صوفی علیار یک لحظه که از یک آدم مرده با یک آدم زنده را برای ما و شما بیان کردن. بینید من کم معنا کنم که تا که در ذهنتان با انشاءالله یگان چیز نافهمه باشد فهما شود. میگه مرده میگه با مردشوی با زبان حال میگه، یعنی با او صحبت دارد. چی صحبت؟ میگه بود مثل تو تر و تازه، قوت داشتم به اندازه. چگونه ای که حاضر تو با لاکای پاد مقصد راه میگردی، بین
یعنی دست و پات حرکت دارد، قوت داری، فراموش نکو من هم یک روز پیش بود یا یک چند ساعت پیش همین قدرت و قوت تر من هم داشتم. همراه جسم بود جانی من، مدت گفتم این وانی من. تا زمانی که البته جان در جسمم داشتم، منم مقصد در همین دو و تاز بودم و به همون مردشوی نقل کیسته در محلی که کردم و گفتم بود فکرم ایالم و جفتم. گفت برادر عزیز دان که تا همین زمانی که چشم ها پوشیده شید، منم بسته شید، فقط و فقط هوش و گوشم در همین زنم بود، در فرزندان بود، مقصد در همین مشغولیت های همین کار بار دنیا بود. تا که گشتم خراب و بیچاره، ناتوان ها زرد رخساره. از حساب همین دوادوی همین دنیا آنقدر خسته شدم، آنقدر مانده شدم، حتی رخساره هام به رنگ زرد تبدیل یافتم. بعد چی میگه؟ میگه می روم برای زیمو باریک، می درایم به خانه تاریک. اکنون خیلی دویدم، خیلی سرگردانی کردم، خیلی مشقت کشیدم. اکو امروز فرصت که تمام شد، الحال میبرنم و در یک خانه تاریک که نامش قبره در همونجا جا میکنم. این همه در مقام میماند، سری تنها میفرستاند. این 60-70 ساله که من خانه مقصد ساختم، ماشین خریدم، خانه و در مقصد تعمیر کردم. ببین چقدر مقصد از مال دنیا جمع آوری کردم. همه اینها در همین جاش میماند و مرا تنها، یعنی با این اسباب انجامی که اینها را من در دوام این قدر عمر خود ساختم و جمع کردم، هیچ کدام اینها همراه من نمی رود. همراه من آن عملهای صالح و حسنه که نیکی که من کردم، فقط اونها همراه من در خانه قبرم هست اگر کرده باشم. بعد به طرف مردشو گفت آنچه بگذشت وقتی جان دادن، شرح آن را خدا داند من. گو بچم گو وقتی که من جان سپاریدم، او حالت جان سپاری را گفت فقط الله میدانه و خود میدانم. چگونه پیامبر گرامی گفت این للموت سکرات، این مرگ اینقدر سختی ها داشته است، اینقدر مشکلات داشته است. یعنی آلی در حدیث خواندم میگه پیامبرمون که جناب ابو نعیم در حلیش آورده و حضرت عطای ابن یسار میگه شدت الموت اشد من 1000 ضربة بالسیف و ما من مؤمن یموت الا و کل عرق منه یعلم على حدتین یا حدتن. میگه سختی مرگ بالاتر است از 1000 شمشیری که در بدنت میزنن. و هر یک مؤمنی که میگه وقتی که جان را به حق میسپارد، هر یک عضو او، هر یک اندام او بی نهایت درمند است.
برای این است که ما در عباره های مختصر داریم ولا قلم زفرین ولا تصریح شعرین. میگیم حتی همون مرده را موی سرش شانه نکنین، حتی ناخونهاش نگیرین. اینا میگم به خاطر آنه که تمام اندام همون مرده، تمام عضو همون مرده همش درمنده. این از همون شدتی گرفتن جانه. حضرت همون را گفته که آنچه بگذشت وقتی جان دادن، شرح آن را خدای داند من. میگه با ببین با طرف همون مرده شو گفته بعد از این عقوبه هاست پی در پی، می ندانم چه بگذرد در وی. ولی این جانی که من کندم و این جانی که من سپاریدم با این کار تمام نشد. با بعد این میگد با چی مشکلات ها، چی عقوبت ها که در خانه قبر در روز قیامت است. ولی این از اینهاش با مقصد آگاهی ندارم که مرا چگونه عذاب و چگونه مشکلات ها منتظره، انتظار منن. بعد حضرت همون مرده بعد نصیحت میکنه تو که الحال زندگی داری، مؤمنی نام بندگی داری، بین واقف حال خیشتن باشی پیش از این که مثل من باشی. نصیحت کرد که بچم الحال تو زنده ای، الحال اکو تو جان در بدن داری و عقل در جاشه. همین حالتی که از من میبینی، همین کارهایی که به سر من گذشت، مصلحتم به تو همین است که رنگ من مقصد آرمانی نمبری، رنگ من حسرتی نمبری. امروز که ما هستیم، امروز که کتاب همان هست، امروز که واعظا هست گفته استن، به خود بیا مقصد، به خود بیا و الله را شکرگزاری که امروز با مصلحتگرا داری، نصیحتگرا داری، یعنی بخبر نماندی. فقط اینجا دا عقل تا کار بفرمانو حرکت که تا زمانی که جان از بدنت میبرایه، یعنی تمام وظیفه های بندگی تا اجرا که تا پشیمان از این دنیا بیرون نشوی. یک قصه خواندم، میگه امام غزالی در یک جنازه میگه در پهلوش یک جوانی بود، تابوت میگه در پیششان گذاشتگی بود. امام غزالی میگه به طرف این جوان گشت و گفت اگر همین نفری که در تابوت است اگر زنده شود، به گمان تو و چی کار میکنه؟ میگه این جوان گفت که به گمان من همین است که از تمام کارهای بد پشیمانی میکند، توبه میکند و تا مردنش کاری نیک انجام میدهد. امام غزالی گفتن آفرین، گفتن لیکن از من به تو خبر همین که این آدم دویم باره زنده نمی شود، لیکن الحال که تو زنده ای آن چی گفتی به همو پایبند باش. برای برادر عزیز، این مرده ای که با مرده شوی صحبت میکند، ایره در کتاب آوردن برای ما را مقصد برادرها در غفلت نمانیم. ما را آگاه کرده که همین حالت بر روی شما هم می آید. کاری کنین که برای مردشو این خیل بسیار با یک زبانی غمداره، بسیار با یک چشمهای پر حسرت مقصد نگاه نکو، حرف نزد، بلکه اگر دنیا را هم که پدرود گفتی الحمدلله بگو که چیزی که بود از دستم آمدگی را به قدر توانایی قوتم اجرا کردم. گفته انشاءالله
به حسرت و به پشیمانی دنیا را پدرود بگو. حضرت همو را گفتم برای ما که تو که الحال زندگی داری، مؤمنی نام بندگی داری، واقف حال خیشتن باشی، پیش از اون که مثل من باشی. الله رحمت چون کند. چی صحبت های شیرینی کردن. میگد گوش باید که بشنود این را، بکند فکر جان شیرین را. اکو برای این گفته‌هایی که من بیان کردم، حضرت میگد گوش در کار که گوش کند، گوشی گوش کننده در کار. چشم باید عبرتش بیند، بر سر جاده عمل شیند. برای این یک چشمی بیننده در کار، چشمی بیدار در کار که انسان به خود بیاره، انسان بیدار کنه. عقل باید کار فرماید، مرده را بیند و به خود آید. هر یک مرده را که میبینی به خود بیا که تو خودت در جای وی تصور کن که تو هم حتما این دنیا را پدرود میگوی. این بود برادر عزیز سوالی که از من کردن که همون لحظه را که مرده با غسال، با مردشوی چی گفتگوی دارد. برادر عزیز این جواب همون بود.